خیانت به ملت این است که نه در توی سور، نه در جنازه، نه در کارخانه، نه در جمع آمد، نه در مسجد و نه در خیابانها نمیتوانی و نمیخواهی با مردم خودت باشی و خود را با کارگران، معلمان، طبیبان، ملاها و نفقه خوران مأمور شده احاطه میکنی. خیانت به ملت این است که در روزی روشن در راه‌های کاملا خالی یک شهر بزرگ در احاطه 10 ماشین نگهبانها حرکت میکنی. زیرا همه خیابانها و کوچه و پس کوچه ها تخلیه و بسته شدند و رعیت تو در زمین خود، در شهر خود مجبورند ساعتها منتظر بمانند تا تو با ماشین زره شده چند میلیون دلاریت برای انجام کارهای شخصیت بروی. خیانت به ملت این است که برای پیشوازی تو در سردی زمستان و گرمای تابستان گل دخترکان قدرس را نیمه اوریان به پیشوازت میبرارند و آنها زیر برف زمستان و آفتاب کشنده تابستان گل در دست ساعتها منتظرت میشوند. خیانت به ملت این است که هزاران خواننده و دانشجو ماه‌ها از درس‌ها دور کرده می‌شوند و زیر آفتاب و برف و باران مشق می‌کنند تا در جشن برایت صحنه نمایش دهند. خیانت به ملت این است که قبل از آمدن تو قطعه راه در داخل زمین کشاورزی را هم اسفالت پوش می‌کنند، اما راه‌هایی که گذرت نمی‌افتد 10 ساله ها تعمیر را نمی بیند. خیانت به ملت این است که پیش از آمدن تو مردم را مجبور می کنند از بانک ها قرض گیرند و دیوارهای حولیشان را تعمیر و خانه هایشان را رنگ و بار نمایند. خیانت به ملت همان است که در گفتگو با مردم همه سوالها، احساسات و واکنش‌ها از قبل آماده شدند. خیانت به ملت این است که تو با مردمت در یک راه، به یک مغازه، به یک مسجد نمی روی. همراهشان در پارک ها سیر و گشت نمی کنی و با آنها خوراک نمی خوری. خیانت به ملت این پرانویای کامل نزد مردم خود، نفرت عمیق و بی‌حرمتی بر رعیت، حذر از آنها و وحشت از تماس زنده با شهروندان خود است. جماعت صمیمی رحیم شما سال 98 رفته بودین، من 4 ساله بودم، پدرم مرا گرفته برده بودن، بیرقی و سرخ بود هم خیلی جلوه میدودم. همون راه ها حالا هم خیلی ایستادگی است با مسئله آب رو همیشه باید شورالقوله قطعی اتحاد کدام بیافته؟ خیانت به ملت این است که تو با یک دنیای تخیلی، خوسه ها و بازیگران صحنه و دکوراسیون ها احاطه شده ای. همه دنیای اطرافت ساخته شده و غیر واقعی است. تو از کشورت با دیوار آهنی، خندق‌ها، تیرزن‌ها حصار شده ای تا نبینی، ندانی و دست نرسانی. خیانت به ملت این است که نمیتوانی ساده از کوچه عبور کنی چون میترسی و بیهوده هم نمیترسی، زیرا 5 دقیقه هم رفته نمیتوانی. خیانت به ملت این است که پولهای از بودجه و دارایی‌های کشور دزدیده تو و خانواده‌ات در خارج است. تو در قصر زندگی میکنی که قیمتش از قیمت یک شهر میانه تاجیکستان بیشتر است، اما مردم این شهر میانه از بیکاری و گرسنگی و جدایی از پدر و فرزند و شوهر مهاجرش رنج میکشد
و در خانه‌اش چراغ، هزوم، حتی گاه نان ندارد. خیانت به ملت این است که تو همه کندنی ها و بایگری های طبیعی کشور را به خودت و خانوادت اختصاص داده ای. همه تجارت ها را دامادهایت منپاله کردند، در حالی که بجز تو و خانوادت در کشور 10 میلیون نفر دیگر زندگی می کنند. خیانت به ملت این است که مزد مهنت در کشورت یکی از کمترین ها در جهان است. نفقه خورها $10 نفقه می گیرند، اما ماهانه تو بلندترین بین رئیس جمهورهای دنیاست. خیانت به ملت این است که داماد تو در قاچاق بنزین از همسایه کشور میلیون ها دلار درآمد می گیرد، اما مردم دهه های نزدی مرزی و سرحدبان های کشورت از تیر سربازان همسایه کشته می شوند. در همین حال تو لب وا نمی کنی تا تجارت دامادت ضرر نبیند. خیانت به ملت این است که به غصب زمینهایت از طرف کشورهای همسایه و قتل سربازان و رعیتت حرفی زده نتوانی، اما به یک منطقه کشورت به خاطر یک اعتراض مردم لشکر کشی و صدها نفر را قتل عام کنی. Кричат, туда кагине. Хата капу без кидам, я буду шудуна. Довше жамонеша. Бола чекумон. Бола шабио. Ана жамон. خیانت به ملت این است که وقت جهان به خاطر پیشگیری از وبای کرونا همه گونه جماعت‌ها را منع می‌کند، تو 10,000 نفر را از تمام کشور در میدان جمع آوری و بزم آرایی تا برای رقصت کفکوبی کنند و وبا در یک هفته در کل کشور پهن شود. خیانت به ملت این است که تمام منصب‌ها را بین فرزندان و خویشاوندان و قدا و انده بیسوادت تقسیم کنی و از آنها مانده‌اش را با پول به سودا بزنی. خیانت به ملت این است که به شیر سفید مادرت قسم خوری و 1000 بار قسم شکنی و شیر مادر را به مسخره تبدیل دهی. سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. خیانت به ملت این است که در ملای عام از دختر قدرس ملتت که حفظ ناموسش پیش از همه بر دوش توست بپرسی که یگان کس تلفن میکند. داماد شونده است؟ نه حالا است؟ نه تلفن داره نیست یگان کس؟ نه از ره نقشه هایی که برای خیانت به ملت این است که دوست پسر دخترت را که میلیون ها دزدیده است بنابر جوانیش عفو کنی، اما هزارها جوان را برای یک لایک یا یک شهر به زندان فرستی. تو یگان باد از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ همین بره عرضت میشه گم میشه. همین خیلی که جوانی نباشه کجا ترما را میگیری نه کم از 15 سال. خیانت به ملت این همیشه دروغ گفتن و وعده پیشرفت دادن به مردم خود است. خیانت به ملت این است که هر روز با قیچیت 10 کارخانه و کارگاه افتتاح کنی و فردایش 11 تا بسته شود. خیانت به ملت این است که مردم را به صرفه‌کاری و ذخیره 2 ساله دعوت کنی، اما خودت برای یک بزم و یک رقصت میلیون ها دلاری مردم را مصرف نمایی.
خیانت به ملت این است که در 30 سال حکومتت کشور را غارت کرده بین فرزندان و اقربایت تقسیم کنی و اقتصاد آن را 70 سال به عقب پرتایی. خیانت به ملت این است که 2 میلیون مردان کشورت برای دریافت قوت لایمود به مهاجرت روند و 5 میلیون کودک و نورس همیشه در انتظار پدر چشم بر راه باشند. خیانت به ملت این است که هر سال 1000 جنازه رعیتت از خارج در تابوت‌ها وارد شوند و میژه تو خم نخورد و یک بار اظهار همدردی نکنی. و بالاخره خیانت به ملت این است که مردم خودت را پاده و رمه حسابی که باید دوشیده و قربانی کرده شود و حیات انسان در کشور تو کمترین ارزش نداشته باشد. هر قدر دلت خواست می توانی مخالفان، آزاداندیشان، فعالان، روزنامه‌نگاران را به خیانت به ملت و وطن عیبدار کنی. آنها را تعقیب نمایی و بکشی. هر قدر دلت خواست می توانی مفهوم‌ها را تغییر دهی و عوض کنی. همیشه از جنگ شهروندی 30 سال پیش مردم را ترس دهی. خودت را قهرمان، اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت اعلان کنی و گاهی از کشوری همسایه، گاهی از کشوری به همه معلوم، گاهی از غرب و گاهی از شرق دشمن بتراشی. که حقیقت را گفتند خائن ملت اعلان نمایی. همون بدبختی هایی که سالهای 90 در ما سر زد. اگر اعتبار داده باشد، من دائما در سخنرانی خود میگم که ما کوشش کنیم در غفلت نمانیم. خطری که برای تاجیکستان امروز و آینده دارد، این انا همون حزب و حرکت‌های رادیکالی دینی اکستریمیستی است. اما از این همه حقیقت عوض نمی شود. یگانه خائن ملت در قصر ملت نشسته است